تاریخ زندگی ایرانی ها از عصر حجر تا دوره قجر که چند پارت و خیلی جذابه و با چاشنی طنز هستش. دو بخش از این کتاب حذف کردم، یه بخش مقدمه بود و یه بخش اولین موضوع کتاب بود که اونم جزئی از مقدمه بود، برای همین اون بخش رو هم حذف کردم. اما از یه موضوع شروع میکنیم، انسان‌های اولیه. تا حالا فکر کرده که چرا به انسان‌های خیلی قدیمی میگویند انسان‌های اولیه؟ مثلا چرا نمیگن انسان‌های دومیه یا سومیه یا هر چی؟ چون آدم‌های امروز که نمیدانند آنها انسان‌های چندمیه بودند. آنها هم که خودشان نمیدانستند. تازه اگر میدانستند هم نمیتوانستند به ما بگویند. چون نه آنها زبان ما را بلد بودند و نه ما زبان آنها را. اگر بلد بودن یا بلد بودیم هم باز به درد نمیخورد، چون آنها نوشتن بلد نبودند تا بتوانند پیامی برای ما بگذارند. راستی حالا که فکر میکنم میبینم آن زمانها چقدر باحال بوده، چون هیچ بچه اولیه مدرسه نمیرفته، مشق هم نمینوشته و امتحان هم نمیداده، راست توی غار خودشان راه میرفته و با بچه دایناسور خانگیش بازی میکرده. فوقش دیگر خیلی زحمت میکشیده، بعضی وقتها میرفته کمک پدرش. فکر میکنید این بچه ها چه کیفی میکردن؟ البته بابای بچه های اولیه مثل بابای ما کارمند و کارگر و مغازه‌دار و این حرفا نبودند. باباهای اولیه صبح به صبح بیدار میشدند و نوک نیزه هایشان را تیز میکردند و راه میافتادند برای شکار. آنها در طول روز فقط میدویدند، یا دنبال جانوری کوچکتر از خودشان میدویدند تا شکارش کنند، یا از دست جانورهای بزرگتر از خودشان فرار میکردند تا شکار نشوند. بچه ها هم میرفتن و دست بابا تا حواس دایناسور گنده را پرت کنند تا بابا جان 2 تخم مرغ دایناسور بردارد و بعد برود یک املت مشتی دور هم بزنند. اگرچه در این مسابقه شکار همیشه چیزها طبق نقشه پیش نمیرفت، آدم اولیه ممکن بود برود زیر دست و پای جک و جانورهای بزرگتر از خودش، یا اینکه خودش بشود غذای بچه‌های بابا دایناسوری که راه افتاده بود دنبال یک لقمه برای اهل و عیال. از حرف اصلی دور افتادیم، داشتیم میگفتیم که چرا به آدم‌های خیلی قدیمی میگویند آدم‌های اولیه. خب فکر میکنم دلیلش این است که آنها کوچ‌نشین بودند. چه ربطی دارد؟ میگویم برایتان. این بندگان خدا تا یک جای را برای زندگی پیدا میکردند و میآمدند به وضعیت محله جدید و مناظر اطراف عادت کنند، یکو هوا سرد میشد، برای همین مجبور میشدند دوباره از اول دنبال خانه بگردند و کوچ کنند. کمی که میگذشت این دفعه دوباره هوا گرم میشد و آنها از اول دنبال خانه جدید میگشتند. با این حساب ما مستأجرهای امروزی خیلی خوب میتوانیم شرایط اجداد اولیه ما را درک کنیم. ناگفته نماند قبل از اینکه آدمیزاد کوچ‌نشینی و دور هم بودن و قبیله بازی را اختراع کند، میلیون ها سال توی غارها و حفره‌ها زندگی میکردند. باباهای اولیه هم با پسرهای اولیه خودشان میرفتند دنبال شکار تا مامانها و دخترهای اولیه آن هم بدون آتش و اجاق و این قیرتی بازی‌ها تبدیل به غذا کنند. یعنی آدم‌های خیلی اولیه، آنها که 2 میلیون سال قبل بودند، حتی غذایشان را نمی‌پختند، چون هنوز درست حسابی با آتش آشنا نشده بودند و وقتی آن را می‌دیدند فکر می‌کردند یک جانوری چیزی است که می‌خواد آنها را شکار کند. برای همین یا راهشان را کج می‌کردند و فرار می‌کردند، یا اینکه کمین می‌کردند و در یک حرکت غافلگیرانه می‌پریدند روی آتش. شاید بگید مگر آتش ها آن موقع غافلگیر می شدند؟ خب باید بگویم نه، آتش که غافلگیر نمی شد. آن آدم بدبخت که سر و تهش روی آتش سوخته بود غافلگیر می شد. گفتیم که انسان ها چند میلیون سال همینطور دور همی و کپی با شکار و خوردن گیاهان وحشی زندگی می کردند. احتمالا با مقایسه زندگی آنها با آدم‌های بعدی با خودتان خواهید گفت آنها زندگی نمی‌کردند، بلکه فقط زنده بودند. در پاسخ باید بگوییم آن بندگان خدا چنین من نظری نداشتند و اتفاقا با سبک زندگی الکی پلکی خودشان کلی هم حال می‌کردند. از کجا می‌دانم؟ از نقاشی‌های روی دیوارهای غار که از آنها به جا مانده است. این انسان‌ها با همان وسیله ابتدایی از زندگی و شکارهای خود نقاشی کشیدند. صبر کن ببینم، اگه وسایل آنها ابتدایی بوده چطور هزاران سال مانده است؟ در حالی که ما همین الان اگر با گرانترین مداد رنگی جهان
روی دیوار نقاشی بکشین چند سال بعد پاک می شود. به هر حال اینطور که از نقاشی‌های روی غارها پیداست، این انسان‌ها چنان با لذت مامبوت خام را به بدن می‌زدند که من و شما کاکویده را نمی‌خوریم. به هر حال به این دوره از زندگی انسان‌ها پارینه سنگی می‌گویند که خودشان به 3 دوره تقسیم می‌شوند: پارینه سنگی ابتدایی، پارینه سنگی میانی و پارینه سنگی پایانی. البته همان یک دوره پارینه سنگی ابتدایی بیشتر از 2 میلیون سال طول کشیده است. آتش و غذاهای پخته. انسان‌های اولیه ابتدا از آتش می‌ترسیدند. البته بندگان خدا حتی نمی‌دونستند از چه می‌ترسند. احتمالاً چند باری هم با هم و خنجر و دشنه‌های استخوانی به سمت این دشمن خیالی هجوم بردند و در نهایت دست از پا سوخته‌تر برگشتند. با توجه به اینکه پیدا کردن دوای سوختگی در آن روز به سختی پیدا کردن داروها در همین روزگار بوده، بی خیال آتش شده و هر جا که آنها را می‌دیدند پا به فرار می‌گذاشتند. در واقع این آتشی که امروز با یک کبریت بی‌خطر ناقابل می‌افتد به جان قابلمه و غذاهای خوشمزه و آنها را درست می‌کند، با هزاران بدبختی کشف شده است. حالا چون کاشف آتش قبل از کاشف خط و نوشته به دنیا آمده و نتوانسته درباره کشف خود روی دیوار چیزی بنویسد، نباید از این کار بزرگ یاد شود؟ بله، باید از این کار بزرگ یاد شود. یاد می‌کنیم از اولین کاشف آتش که به صورت کاملا اتفاقی سائقه به خانه و زندگی رسد و همه دار و ندارش را خاکستر کرد. آن وقت بدبخت هرچه داد و فریاد کرد که آتش جیز جیز، همه یک طوری نگاهش کردند. کاشف بزرگ ما حتی نتوانست به همسایه‌ها حالی کند سوخته است، چون کسی نمی‌فهمید سوختگی یعنی چه، و بدتر از این که حتی نمی‌توانست نشان بدهد کجای سوخته است. اما همیشه که نمیشد فرار کرد یا بدبخت شد و سوخت. بالاخره این وسط یکی پیدا می شود که به فکرش برسد تا برود مثل بچه آدم با این دشمن عجیب و غریب حرف بزند یا لااقل رامش کند. انسان اولیه که روابط صلح‌آمیزی با آتش برقرار کرد باید پدر پیشرفت و فناوری و پیشگام همه شکم سالاران جهان دانست. در نهایت وقتی آن پدر سوخته کشف کرد که می شود با همین آتش مردم آزار غاری را روشن و گرم کرد، رفت و غارش را روشن و گرم کرد. احتمالی که از اجداد اولیه همین آدم‌های باکلاس و رستوران روی امروزی وقتی از یک جای آتش گرفته رد می شده، بوی گوشت کباب شده یک حیوان بخت برگشته را حس کرد و با خوردن آن فریاد زده دام بالا دون بالا، که البته خیلی معنی خاصی نداشته، ولی با آدم‌های آن دوران حالی کرده بود. غذای پخته خیلی بهتر از غذای خام است و غذای کباب شده خیلی خیلی بهتر از غذای پخته شده است. جای تعجب است انسان‌ها که از اعماق غارها تا میان پارک‌ها با آتش و زغال غذاهای کبابی خوشمزه درست کردند، بعد از میلیون‌ها سال هنوز مطمئن نیستند آتش نشانی درست است یا آتش فشانی.